ما مسلمانان امروز به خاطر از دست رفتن مال گریه میکنیم، اما باری هم به خاطر گناهانمان گریه نمی کنیم. گناهانی را انجام میدهیم و پروایی نداریم. حالا آن که به خاطر گناهان گریه کردن و پشیمانی خود یک جزئی از توبه است. مالک ابن دینار رحمه الله می فرماید به خاطر گناهان گریه کردن گناهان را می ریزد و کم می کند، چگونه ای که باد برگه های خشکیده را از درختان می ریزد. پس اگر به خاطر گناهانمان گریه نکردیم، باید بر حال خودمان گریه کنیم. اگر نصیحت کردن نمی توانید، لااقل به سوی نصیحت راهنمایی کنید. لایک ماندن شما سبب می شود که این گونه نوارهای اسلامی به دیگران برسد و برای شما هم اجر و پاداش نصیب شود. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی به کار خوب راهنمایی کند، برایش از جانب خداوند مثل اجر و پاداش انجام دهنده آن است. پس در نشر خوبی ها سهم گذار باشید.